کی میخواست وطن خود ترک کنه و درس نخونه در افغانستان؟ من؟ شما؟ یا همان جولیکشی که روز تا بگاه غلطک کشف میکنه تا یک 4 روپه پیدا کنه؟ یا همان بچه‌کای 10 ساله و 12 ساله که عمر خود در اسپندی گذشتاندن پیش موترا 2 روپه بده 1 روپه بده؟ یا همان مرد کاری که روز تا بگاه در سر چوک است تا 1 نفر ببره 1-2 روپه برش بده تا بگام ویل میزنه؟ همگی میخواست درس بخونه. همو بچه‌کای اسپندی 10 ساله 12 ساله، همون مرد کاری که در سر چوک است، همون فلسکاری که تا روز تا بگاه دستاش سیاه میشه نمندهی کار میکنه، همون مستری، همون جالوکش، همگی درس میخواند. همگی میخواستن که درس بخوانن بشینن به کشورشان. همشان مسافر شدن. 10,000-20,000 رم که قرض میکنن تا به کشورهای همسایه برسن که 1 4 لقمه نان خود پیدا کنن. با افغان